خدا عجیب اشاره میکند که میگوید پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کنند. پیش مردم کج مکن گردن که حیرانت کنند، آبرویت برده و بدتر پشیمانت کنند. سفره دل باز کن در هنگام سجود، پیش الله کن گدایی تا که سلطانت. یگانه سلطنتی که خداوند برای بندگانش میدهد از سجده من و شما وابسته است. بزرگی انسان از بزرگی سجدش است. بزرگی من و شما از بزرگی اطاعت من است و شناختنی که چقدر خدا به ما بزرگ است. هر بنده نمیداند که خدا بزرگ است و خدا هر بنده را لایق نمیداند که بداند که الله بزرگ است. و قلیل من عبادی الشکور. خدا میگه همه بندگان شکرگزار نیستند. اگر همه بندگان شکرگزار میشدن امروز مسجد شما 2 صف نبود. پس خداوند از همین محله و از همین مکان 2 صف را انتخاب کرد. 2 گروه انسان ها را انتخاب کرد، همون انسان هایی که مخلصانه آمدن و از بین انسان هایی که اصلاح شدن با نفرانی هستند که اخلاص ندارن، محروم از عبادت شدن. برای همین قدر اول این که وقتی من و شما در مسجد میاییم صحبت گوش میکنیم یا که نماز میخونیم عبادت میکنیم، اول در یاد و هوش داشته باشیم که خدای شکر تو را میکنه که ما را نصیب گردانیدی به این مکان. همسایه من در اینجا نیست، خدای من را نصیب گردانیدی. خداوند من و شما را پس دوست داشته است. وقتی خدا من و شما را دوست داشته باشد پس گناه بر ما حرام است، پس لغو بر ما حرام است. بدترین شکست مسلمان لفظ افلاس داشتن است. بدترین لقمه آن لقمه است که از آن لقمه خدا نارضا باشد.